سلام دوستای عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بریم با هم یه جایی برای دستمال کاغذیامون درست کنیم. ظرف مورد نظرمون رو کامل دورش چسب کاغذی میزنیم و خمیر رو به همین صورت که دیدیم باز میکنیم به کمک بردنه و خمیر رو دور کار میپیچیم و با هر وسیله‌ای که دم دسته یا دوست داریم میتونیم طرحی رو روی کارمون بنویسیم. اگر دوست داشتیم به صورت ساده میتونیم این کار رو انجام بدیم. من با کمک انگشت حالت شیار رو به این ظرف دادم. ظرف رو کامل میذاریم خشک بشه. این ظرف رو 1 روز طول کشید تا خشک بشه. از رنگ سفید اکریلیک استفاده کردم به کمک رنگ زرد یا حالت کرم خیلی ملایم درست کردم و روی کار زدم. رنگ رو کامل مخلوط کنین تا رنگمون یک نواخت و یک دست بشه. تو آموزش‌های بعدی حتما ترکیب رنگ رو براتون میذارم. رنگ‌های مختلف رو با چه ترکیبی میتونید درست کنید. سطح کار رو کامل میپوشونیم و میذاریم حدود 1 ساعت خشک بشه. برای روی کار من از رنگ زمینه به اضافه رنگ مشکی، حالا میگم باز سلیقه خودتونه، هر جور که دوست دارین، تیره تر روشن‌تر استفاده میکنم و کامل مخلوط میکنم و به صورت تاچ روی کار اجرا میکنم. رنگ زمینم نمیخوام کامل کاور بشه و همین به صورت ضربه‌ای روی کار میزنم. بازم ممنونم که همراه من هستین و این ویدیو رو لایک میکنید. پیج اینستاگرام منو با همین آیدی میتونین دنبال کنین. این کار رو کامل انجام میدم و همونطوری که خیسته میایم برای اجرای روی شیارها. من از رنگ نقره‌ای استفاده کردم و روی لبه های کار و روی شیارها با قلم موی ریز میزنم. ظرف رو کامل میزنم خشک بشه و ازش استفاده میکنیم. بازم ممنون که همراه من هستین و این ویدیو رو لایک میکنین. خدا نگهدار.